بسم الله الرحمن الرحیم. با ریاضی هفتم در خدمت شما دوستان عزیز و دانش آموزان گرامی هستیم. خواهیم که صفحه به صفحه، تمرین به تمرین و هر جزء به جزء کتاب درسی رو با هم دیگه بررسی بکنیم. چون من معتقد هستم که اگر دانش آموزی بتواند کل کتاب رو بفهمد، بتواند هر سوالی که مطرح میشه از ریاضی هفتم در هر سطحی باشه رو جواب بده. پس بگذارید یک بار کتاب رو خوب یاد بگیریم، بعد دنبال نمونه سوال‌های مختلف، تست ها و تمرین های بیشتر هم خواهیم رفت. اجازه بدید ولی خب قدم به قدم و از پایه ترین حالت شروع بکنیم و ریاضی رو یاد بگیریم. فصل اول فصلی هستش که یکم فصل سنگینیه برای شروع دبیرستان. فصل راهبردهای حل مسئله. ببینید هر مسئله‌ای روش حل خودش رو داره. ما اینجا یاد میگیریم که چجوری مسائل رو درک بکنیم و اونها رو به چه روشی حل بکنیم. این فقط به درد ریاضی نمیخوره. انشالله همه شما بزرگ خواهید شد، میرید سر کار، دانشگاه، ازدواج، خانواده، مسائل متعددی رو باهاش روبرو میشید. اگر این توانایی حل مسئله رو نداشته باشید، دیگه جزء زندگیتون دچار مشکل میشید. یه جایی وای میسید نمیدونید با چی کار بکنید. این روش ها که توی فصل اول قرار بهشون بپردازیم، خواهش میکنم که با دید ریاضی فقط بهشون نگاه نکنید. اما بریم سر وقت کتاب. قبل از اینکه بریم سر وقت مبحث درسی، میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو با این آدرس پیدا بکنید: 20 مس، یه دونم 20 ریاضی آخرش. با 20 مس ریاضی را 20 بگیرید.